فکر نکنم تا به الان کسی وجودش به که داستان لیلی و مجنونش نشنفته است به. اما مطمئنا اشخاص زیادی هست که از پایان این داستان اطلاعشون نیسته. نظامی یکی از اشخاصیه که شرح حال داستان لیلی و مجنون خیلی زیبا در قالب شعر بیانش کرده و این داستان خیلی زیبا و غم‌انگیز باز در قالب شعر به این صورت تمام شرکت که اگه انگشتکش سخن سرایان این قصه چنین برد به پایان، کان سوخت خرمن زمانه شد خرمنی از سرشک دانه، دستاس فلک شکست خوردش چون خورد شکست باز بردش، زان حال که بود زارتر گشت بی زورتر و نزارتر گشت، جانی ز قدم رسانده تا لب روزی به ستم رسانده تا شب، نالنده ز روی دردناکی آمد سوی آن عروس خاکی. عروس خاکی در واقع لیلیه که در بستر گور خطه و مجنون بعد از این که از این داستان مطلعه به اچی و سر قبر لیلی حاضر به. در حلقه آن حزیره افتاد، حزیره به یک محوطه خاکی نیاگید، در حلقه آن حزیره افتاد، کشتیش در آب تیره افتاد، غلطی چو مور خسته کرده، پیچی چو مار زخم خورده، بیتی دو سه زار زار برخواند، اشکی دو سه تلخ تلخ بفشاند، برداشت به سوی آسمان دست، انگشت گشاد و دیده بربست، کی خالق هرچه آفریده است، سوگند به آنچه برگزیده است، که از محنت خیش وارهانم، در حضرت یار خود رسانم، آزاد کنم ز سخت جانی، و آباد کنم به سخت رانی، این گفت و نهاد بر زمین سر، وان تربت را گرفت در بر، چون تربت دوز در برآورد، ای دوز بگفت و جان برآورد. بله، داستان لیلی و مجنون به صورت تمام به که مجنون بعد از این که ورسر قبر لیلی حاضر به از خدا طلب کرد که خدایا جون ما واسه و ما از درد و غم و ناراحتی که اوم هسته آزادم بکن و خدا دعای مجنون همه لحظه و قبول کرد و مجنون ورسر قبر لیلی جان به جان آفرین تسلیم کرد.